سرخط مهمترین خبرها، پیام ویدیویی امامعلی رحمان در پس منظر آوازه‌ها درباره او. مهاجران تاجیک تشخیص طبی برای پتن را اکنون در تاجیکستان می‌سپارند و دادستان کل گفت بعضی گروه‌ها می‌خواهند مناسبت تاجیکستان و چین را ویران کنند. سلام بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را تقدیم شما می‌کنیم. امروز 16 فوریه سال 2026 است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در تلاش دیگری برای رفع سر و صدا درباره صحت امامعلی رحمان پیام تبریکی و ویدیویی او به رهبری چین را نشر کرده است. در این پیام 3 دقیقه‌ای که روز 15 فوریه در سامانه پرزیدنت نشر شد، امامعلی رحمان همتای چینی سی جین پینگ را به مناسبت آغاز سال نو چینی تبریک گفته از مناسبت‌های دو جانبه دو کشور اظهار خوشحالی می‌کند. اگرچه در گذشته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری پیام‌های تبریکی امامعلی رحمان به رهبران کشورهای جهان را کتبی یا خطی نشر کرده است، اما پیام‌های تبریکی و ویدیویی او به رهبران خارجی احیانا نشر شدند. از این رو پیام نوی او را تلاش برای رفع سر و صدا درباره صحت امامعلی رحمان می‌دانند که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی زیاد شد. در بین جامعه و هم تلویزیون‌های دولتی کم ظاهر شدن او حدس و گمان‌های زیادی را برانگیخت که گویا او بیمار است، ولی بعضی منابع گفتند برای استراحت به جزیره هینن چین رفته است. حکومت روسیه به مهاجران تاجیک اجازه داده است که تشخیص طبی را در تاجیکستان سپاریده سندهای ضروری طبی را همینجا بگیرند. این سند 9 اکتبر سال 2025 در دوشنبه امضا شده. هفته گذشته حکومت روسیه آن را برای تصدیق به دوما فرستاد. بعضی رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت تندرستی روسیه نوشتند که تشخیص طبی مهاجران تاجیک در نقطه مخصوص در یک از مرکزهای طبی دوشنبه انجام می شود. با سپاریدن تشخیص در وطن، مهاجران تاجیک در روسیه تشخیص تکراری نمی‌سپارند. منبع میگوید که این نقطه طبی در اساس قانونگذاری روسیه کار میکند و تاجیکستان این مرکز را از سپاریدن انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی آزاد میکند. همچنین کارمندان این مرکز به مخزن معلومات درباره گرفتاران بیماری‌های ویچ، هپاتیت سیل و بیماری‌های سیراتی تاجیکستان دسترسی پیدا میکنند. هنوز معلوم نیست که این تشخیص طبی مهاجران تاجیک در وطن در کدام مرکز طبی دوشنبه انجام می شود. مقامات تاجیکستان در این باره شرحی ندادند. سپاریدن تشخیص طبی برای گرفتن اجازه کار یا پتن در روسیه حتمی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تیر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در آن کشور کار میکنند. دادستان کل تاجیکستان میگوید که بعضی گروه‌ها در افغانستان میخواهند با حمله به کارگران چینی مناسبت دوشنبه و پکین را ویران کنند. حبیب الله واحدزاده 13 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت بعضی شهروندان و گروه‌های جنایتکار هستند که تنجی آرامی را نمیخواهند یا میخواهند که مناسبت ما را با دولت چین ویران کنند، وگرنه راهساز چرا در وقتی کاری پرونده می شود، مخصوصا مردم چین. دادستان کل تاجیکستان از یگان گروه مشخص نام نبرده تنها گفت که این کشتار از جانب شهروندان تاجیکستان عملی کرده نشده است. با گفته حبیب الله واحدزاده تحقیق حمله به کارگران چینی در مرز تاجیکستان و افغانستان ادامه دارد. در ماه‌های نوامبر و دکبر سال گذشته در پی حمله از خاک افغانستان 5 کارگر چینی در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و دروازه تاجیکستان کشته شدند. در پی این حمله‌ها کارگران چینی از منطقه‌های مرزی تاجیکستان و افغانستان خارج شدند. سال 2025 برای نپرداختن انداز و رعایت نکردن قانونگذاری انداز 23716 مالیات سپاه را در حجم 115 میلیون سومانی جریمه بستند. با گفته ابراهیم صمدزاده نماینده کمیته انداز، از این حجم 100 میلیون سومانی به بودجه دولت رفته است. اکثر قانونشکنی انداز سری وقت نپرداختن مالیات، پنهان نگاه داشتن حجم درآمد، پیشنهاد نکردن اعلامیه، سری وقت ترتیب ندادن سندها و استفاده نکردن دستگاه نظارتی خزینوی میباشد. از اول سال 2026 حجم جریمه ها برای قانونشکنی در بخش انداز برای همه یک برابر افزایش داده شد. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز سبب بالا بردن حجم جریمه ها را بیشتر کردن مسئولیت انداز سپارندگان عنوان کرد. حجم مالیات یا انداز در تاجیکستان یکی از بلندترین در جهان گفته می شود. صاحبکاران در داخل کشور و هم شرکت های بزرگ در گذشته بارها از زیاد بودن مالیات شکایت کرده بودند. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از آشکار شدن 25 میلیون دلار ضرر در یک شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی خبر داد. نمایندگان این نهاد گفتند که کارمندان این شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی این مبلغ کلان را به بودجه برقرار کردند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته همچنین در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نیز ضررهای کلان آشکار شده است. ادامه موضوع در گزارش علیشیر ظریفی و امیر اسایف. ضررهای مالیوی نسبتاً کلان اساساً
ضمن تفتیش جمعیت سهامی کشوده فرودگاه بین‌المللی دوشنبه 319.3 میلیون سومونی. شعبه با قیدگیری و امتحاناتی ریاست بازرسی دولتی автомобили وزارت کارهای داخلی 248.4 میلیون سومونی. танҳо дар як шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ё гаи дар тоҷикистон беш аз 240 миллион сомонӣ баробар ба 25 миллион доллар зарари молӣ ошкор шудааст. ин рақамро намояндагони оҷонсии мубориза бо коррупсия рӯзи 13 феврал дар ҳузури хабарнигорон эълон карданд. тафтиши молиявӣ гузаронда шуда нисбати масъулини шӯъбаи ба қайдгирии имтиҳонотии раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба бидуни барасмиятдарории гумрукӣ ба қайди давлатӣ гирифтан ва додани рақамҳои қайди давлатӣ 2725 адад воситаҳои нақлиёт парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд ва дар рафти тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ мазкур зиёда аз 253 миллион сомонӣ маблағҳое ки аз ҳисоби напардохтани ва ё пардохтҳои гумрукӣ наспорнаронидани пардохтҳои гумрукӣ ба миён омада буданд аз ҳисоби ҳамин нафарони даст ба ҷиноят зада дигар соҳибкорон ва дигар нафароне ки борои қочоқ ҳамин воситаҳои нақлиётро ворид карда буданд пурра ба буҷет барқарор карда шуданд ва парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҳамаи нафарҳо барои баррасӣ ба суд ирсол карда шуд. дар оҷонсӣ ҷузъиёти дигар надоданд. тамосҳои ба такрори мо ба бозрасии давлатии автомобилӣ ё гаи бенатиҷа монд ва маълум нест вокуниши онҳо ба чунин иттиҳомот чист. зулфиқори исмоилиён коршиноси иқтисодӣ шарҳ дод ки садҳо миллион сомонӣ зиёни молӣ дар як шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бозгӯӣ чист. این نشان دهنده فساد گسترده در تاجیکستان ما همه فساد در تمام ساحه‌هایی که در تاجیکستان وجود داره همه فساد هست. اینا تصور کنید تو میرای پیش دکتر پول ندی یگان کس طرف نگاه نمیکنه. در کوچه اگر که مریضه طرف داشت شوفر باشه حتما پول میدی. ба иттилои расмии соли 2025 дар тоҷикистон зиёда аз 1900 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодӣ ошкор карда шудааст. як бахши он ба кори бозрасии давлатии автомобилӣ бармегардад. дар гузашта интиқод аз ҳукумати тоҷикистон зиёд буд ки ба кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дасти боз додааст ки ҳар чӣ хоҳанд мекунанд ва аз ронандагон ҳар вақт хостанд ришва мегиранд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон 2 сол пеш фармон дода буд то теъдоди нозирони роҳ ё кормандони бозрасии давлатии автомобилиро 30% кам кунанд. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. مقامات 5 کشور اروپایی میگویند که الکسی ناوالنی پیشوا مخالفان روسیه که روز 16 فوریه سال 2024 در محبس درگذشت با ماده با نام اپیباتیدین زهرآلود شده است. سخن درباره یک زهر قاتل می رود که از پوست قورباغه ساکن در آمریکای جنوبی به دست می آید. روز 14 فوریه وزارت کارهای خارجه بریتانیا و سوئیسرا، فرانسه، آلمان و هلند در اظهارات گفتند که ناوالنی با توکسین مرگاور کشته شده است و این خلاصه بر اساس تشخیصی است که بعد مرگ ناوالنی در خارج انجام دادند. در حالی که مقامات روسیه سبب مرگ او را طبیعی می‌خوانند، کشورهای اروپایی میگویند که مسکو وسیله، انگیزه و هم امکان زهرآلود کردن این سیاستمدار را داشت. اپیباتیدین یک نوع زهر است که تمام اعضای بدن را از کار می‌اندازد و انسان قابلیت نفسگیری را هم از دست می‌دهد. الکسی ناوالنی روز 16 فوریه سال 2024 در زندان پالیاردین والک در منطقه یامالوننز درگذشت. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 فوریه را فرا می‌گیرد. 16 феврали соли 2005 бо ризоияти ширкатҳои русии Интер, РАО, ЕС ва Вазорати энергетикаи Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи Санктуда-1 таъсис шуд, ки то соли 2013 қудрати тавлиди барқро дар рудхонаи Вахш то 670 мегаватт расонид.
75% سهمیه‌های آن به روسیه و 25%ش به تاجیکستان مربوط بوده، یکی از مؤسسه‌های مهم استراتژی به شمار می‌رود. 16 فوریه سال 2011 پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کرد که به پیشگیری از مبلغ‌گذاری تروریسم روانه شده است. هدف این قانون نظارت عملیات بانکی شبهه‌ناک، یعنی انتقال مبلغ‌هایی است که امکان دارد برای اعمال تروریستی و دستگیری و کمک این گروه‌ها مصرف شود. ناقدان میگویند حکومت از این قانون ضد مخالفان سیاسی و نزدیکان آنها استفاده می‌کند. 16 فوریه سال 1954 زادروز حاجی اکبر تورجانزاده مفتی سابق تاجیکستان می باشد. تورجانزاده سالهای آخر شوروی رهبر اداره قاضیات مسلمانان تاجیکستان و بعداً عضو شورای عالی تاجیکستان بود. در مقام نایب اول رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شرکت‌دار فعال مذاکرات صلح تاجیکان بود و بعداً در مقام معاون اول نخست وزیر تاجیکستان کار کرد. حاجی اکبر تورجانزاده بعد رفتن از مقام‌های دولتی با مطبوعات درباره کارخانه تالکو وضع سیاسی و دینی کشور صحبت‌ها می‌کرد، ولی دیگر به سیاست برنگشت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 121 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 940 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 16 فوریه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.